زیادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان و پیشبری دوست و برادری خود خوش آمده. من بسیار خوشحالم اینجا میام خدمت شما. احساس قربتم نمی کنم، مثل کشور خودمونه. جنابیانی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران باتالیون کراولی فخری و مناسبت تشریف دولتی شما و سرزمین جمهوری تاجیکستان ثبت آراخته شد. سلام علیکم. شما را صمیمانه و خانه خودتان خیرآمد می‌گوییم. خیلی ممنونم. مردمان تاجیکستان و ایران را مشترکات بی‌زوال تاریخی و فرهنگی به هم می‌پیوندد. وجود ما در اینجا احساس در حقیقت برادری، دوستی، صمیمیت از درون قلب و وجود است